سلام رفقا. امروز اومدم بریم چند تا انسان شریف رو نشونتون بدم. اولین شریف رو نیزه کردم توش، چشاش همیشه باز باشه. این ازگل رو گذاشتن هرچی بگنش مینویسه. اسمش تاریخ نویس. شریف و چغال، همونی که توف میکنه تو غذا. ای لشی. هر کی صاب نکنه همین ستون با اون یارو تو. این مرد شریف دستیار شاه هستند، خیلی مخلصشون هم هستم. فکر نکنید ترسیدم، به خاطر دافع کنارش با ادب بودم. این شریف کشاورز زیر آفتاب گشاد رفته.